با سلام خدمت دانشجویان درس یادگیری ماشین. در این بخش با الگوریتم دسته‌بند بیز آشنا خواهیم شد و مطابق روالمون تا الان اون رو در دو بخش نظری و عملی پیاده‌سازی خواهیم کرد و شما با مطالعه بخش نظری میتونید در بخش دوم با نکات تکمیلی نظری و پیاده‌سازیش در پایتون آشنا بشید. برای دسته‌بند بیز ما به مفهوم احتمال شرطی نیاز داریم. بیز نام ریاضیدان انگلیسی هست که در واقع این مبحث به افتخار ایشون به نام دسته‌بند بیز در واقع نامگذاری شد. اگر بخوایم مرور سریع بر مفهوم احتمال شرطی داشته باشیم، احتمال شرطی به احتمال وقوع یک واقعه رویداد میپردازه مشروط به این که یک رویداد دیگه‌ای قبلا اتفاق افتاده باشه. که از نظر ریاضی احتمال آ به شرط ب یا احتمال شرطی رو با این نماد پی آ به شرط ب نشون خواهیم داد که معنای اون این هست که ما دنبال احتمال وقوع آ هستیم به شرط اینکه بدونیم که قبلا اتفاق بی اتفاق افتاده یا رویداد بی اتفاق افتاده، که طبیعتاً برای آشنایی با مفاهیم مربوط به آمار میتونید در واقع ویدیوهای مربوط به درس آمار رو بهش مراجعه بکنید و با این مفاهیم اونجا بیشتر آشنا بشید. فرمول عمومی که برای احتمال شرطی وجود داره پی آ به شرط ب این هست که ما میتونیم اون رو برابر قرار بدیم با احتمال آ اشتراک ب تقسیم بر پی ب و این فرمولی هست که در واقع اساس کار دسته‌بند بیز شاید بشه گفت به اساس اون بنا شده. اگر این فرمول رو مبنا قرار بدیم و پی آ به شرط ب رو قرار بدیم پی آ اشتراک ب تقسیم بر ب، دسته‌بند بیز از یک فرمولی به این شکلی که الان اینجا مشاهده میکنید استفاده میکنه. پی آ به شرط ب مساوی هست با پی آ به شرط پی ب به شرط آ ضرب در پی آ تقسیم بر پی ب و در واقع ما در این فرمول به جای اینکه احتمال آ به شرط ب رو محاسبه بکنیم در واقع جای اون دوتا رو عوض میکنیم و پی ب به شرط آ رو محاسبه میکنیم. یعنی به هر دلیلی که ممکنه محاسبه یکی از اینا سخت باشه ما محاسبه دومی رو انجام میدیم و اون رو در یک عامل پی آ تقسیم بر پی ب ضرب میکنیم و این رابطه به این شکل در واقع قابل استفاده است. دلیل ریاضی این اتفاق رو هم در اسلاید بعدی توضیح خواهیم داد و بعداً هم نشون خواهیم داد که در واقع اساس کار دسته‌بند بیز این هست که در واقع از این رابطه شرطی به این شکلی که اینجا ما نوشتیم استفاده خواهد کرد و معانی این نمادها رو هم که در اینجا بهشون اشاره کردیم و طبیعتاً شما یک اطلاعاتی راجع به اونها دارید. دلیل اینکه این رابطه اسلاید قبلی معتبر هست این هست که پی آ به شرط ب رو ما میتونیم قرار بدیم پی آ اشتراک ب تقسیم بر پی ب، پی بی به شرط آ رو هم میتونیم قرار بدیم دوباره پی آ اشتراک ب این دفعه تقسیم بر پی آ و از این دوتا رابطه پی آ اشتراک ب رو به دست بیاریم که از اولی خواهد شد پی آ به شرط ب ضرب در پی ب و دومی خواهد شد پی ب به شرط آ در پی آ. پس بنابراین هر وقت که ما پی آ به شرط ب رو میخوایم به حسب پی بی به شرط آ به دست میاریم میتونیم به این شکل عمل بکنیم. یعنی پی آ به شرط ب رو با یک تقسیم ساده از رابطه بالا میتونیم به این شکل به دست بیاریم. پس بنابراین این فرمولی که اینجا قرار ما ازش استفاده بکنیم مبناش همون فرمول اصلی احتمال شرطیه. خود روش دسته‌بند بیز در یادگیری ماشین جزو الگوریتم‌های طبقه‌بندی یا کلاس بندی هست و همونطور که گفتیم بر اساس احتمال شرطی و اصول مربوط به بیزیان کار میکنه و
تو همه این روش‌های دسته‌بند و کلاسیفایرها در واقع شما داده جدیدی رو که به مسئله میدید، اون کلاس بند یا اون کلاسیفایر یا دسته‌بند باید قادر باشه اونها رو از هم دیگه تفکیک بکنه. مثلا شکل نمادینش میتونه یه همچین چیزی باشه که شما در ورودی یک تعدادی مثلث، دایره و مربع دارید و اون رو به این دسته‌بند بیزتون میدید و اون باید تشخیص بده که در واقع مثلث ها رو، دایره ها رو و مربع ها رو قادر باشه از هم دیگه تفکیک بکنه و اونها رو در واقع به شکل مناسبی از هم دیگه جدا بکنه. کاری که همه کلاسیفایرها و دسته‌بندها باید بتونن انجام بدن و اینجا قرار دسته‌بند بیس این کار رو برای ما انجام بده. همونطور که گفتیم رابطه اصلی در دسته‌بند بیس این رابطه است و دلیلش این هست که ما همونطور که بعداً خواهیم دید ما به رابطه به شکل پی کلاس به شرط ویژگی، یعنی ما احتمال این که دادمون متعلق به یک کلاس خاصی باشه رو میخوایم پیدا بکنیم به شرط این که ویژگی‌هاش رو بدونیم. ولی معمولاً چون پیدا کردن این سخت هست ما جای ویژگی و کلاس رو میخوایم با هم دیگه عوض بکنیم و طبیعتاً برای اینکه این کار رو بتونیم انجام بدیم از اون رابطه بالایی میتونیم استفاده بکنیم و کلاس ویژگی رو به صورت ویژگی کلاس در واقع احتمالش رو به دست بیاریم و هزینه این ضرب کردن در پی کلاس تقسیم بر پی ویژگی هست. یعنی اساس دسته‌بند بیس در واقع شاید به اساس این باشه که شما برای تشخیص احتمال یک کلاس باید در واقع به این شکل عمل بکنید. حالا ممکنه اون ویژگیتون شامل تعداد زیادی مؤلفه باشه که ما میتونیم برای ویژگی یا 1 2 3 تا n تک تکشون رو به دست بیاریم و اونها رو در همدیگه ضرب بکنیم. مراحل دسته‌بند بیس اگر بخوایم در واقع مراحلش رو چیز بکنیم و بیان بکنیم در واقع شامل این مراحل هست که ما این مراحل رو با مثال میایم توضیح میدیم و نشون میدیم که هر کدوم از این مراحل قراره چه اتفاقی بیفته و ما چطوری میتونیم از دسته‌بند بیس برای حل مسائل مختلفی استفاده بکنیم. مسئله‌ای که اینجا مشاهده میکنید یکی از مسائل کلاسیک در واقع ماشین لرنینگ هست که قراره در اون ما به اساس 4 ویژگی احتمال برگزاری یا عدم برگزاری یک مسابقه تنیس رو در واقع محاسبه بکنیم. یعنی ما در این مسئله دارای 4 ویژگی وزش باد، دما، وضعیت آسمون، رطوبت هستیم و به اساس اون یعنی به اساس این 4 ویژگی اومدیم در واقع برگزار شدن یا نشدن بازی رو در واقع تو 14 روز یا در 14 بار مختلف در واقع بررسی کردیم. پس برای این کلاس ما شامل که به نام اکشن هست و شامل دو در واقع مقدار پلی یا استی هست که الان هدف این هست که در واقع ما اگر یک ورودی جدیدی داشته باشیم که توش باد، دما، وضعیت آسمون و رطوبت به این شکل باشه قراره برای این ورودی X که نمونه جدید هست کلاس رو تشخیص بدیم و مشخص بکنیم که با این ویژگی‌های جدیدی که الان ما داریم آیا با توجه به این سوابقی که اینجا موجود هست بازی برگزار می شود یا نمی شود. پس بنابراین هدف حل این مسئله در واقع ماشین لرنینگ هست. کاری که انجام میدیم و ایده‌ای که این روش داره این هست که پی یا احتمال برگزاری بازی به شرط اینکه این ایکس اتفاق افتاده رو به دست میاره، احتمال استی به شرط اینکه این ایکس جدید اتفاق افتاده رو به دست میاره و طبیعتاً اونی که احتمال بیشتری داره رو ماکسیموم اون دوتا رو پیدا میکنه و اونی که احتمال بیشتر داره رو به عنوان خروجی برمیگردونه. اگه دوباره بخوایم یادآوری بکنیم در اینجا کلاس ما فرضاً کلاس پلی هست و ویژگی هم اون ویژگی که ما داده شده. طبیعتاً ما به جای اینکه احتمال پلی به شرط x رو حساب بکنیم جای x و پلی رو عوض میکنیم و به این رابطه میرسیم و همین کار رو برای استی و x هم میتونیم انجام بدیم و این دوتا احتمال رو باید به دست بیاریم. همونطور که مشاهده میکنی هر دو این احتمالات و مخرج px دارن
و چون میخوایم این دوتا رو با هم دیگه مقایسه بکنیم نیازی دیگه به تقسیم کردن به px نیست و کافیه فقط صورتها رو ما محاسبه بکنیم و اونی که بزرگتر هست رو در واقع به عنوان خروجی کلاس بندمون یا دسته بندمون در واقع انتخاب بکنیم. پس بنابراین کاری که ما انجام میدیم ماکسیموم گیری بین این دوتا عدد هست که صورت کسرایی هستن که اون بالا شما اونها رو مشاهده میکنید. برای محاسبه این احتمالات و مراحل مربوط به دسته‌بند بیس ما میایم مراحل رو یکی یکی انجام میدیم. مرحله اول که احتمال پیشین ما اسمش رو گذاشتیم محاسبه احتمال خود استی و پلی هست که میایم تو اون کلاسی که مربوط به اکشن هست از 14 داده 5 تا استی داریم و 9 تا در واقع پلی داریم. پس طبیعتا احتمال استی 5/14 هست و احتمال پلی 9/14. پس این دوتا احتمالی که بعداً قرار ازشون استفاده بکنیم به این شکل تو مرحله اول قابل محاسبه. بعد برای اون ورودی x مون که مقدار دی شده میایم احتمال استی و استی رو تو هر مرحله حساب میکنیم. با توجه به این فرمولی که اینجا مشاهده میکنید در واقع ما پیک ویژگی به شرط کلاس رو کافیه حساب بکنیم. پس بنابراین اگه واد استرانگ باشه و به شرط اینکه هم بازی هم برگزار شده باشه ما میگردیم تو این داده‌های خودمون تو حالتایی که پلی اتفاق افتاده وضعیت باد رو چک میکنیم که اگه استرانگ بوده که تو 2 موقعیت از 9 موقعیتی که پلی اتفاق افتاده این اتفاق افتاده، پس احتمال این 2 نهم خواهد. یا برای باد استرانگ به شرط اینکه استی بوده باشه میه حالتایی که استی هستن رو چک میکنیم که از این 5 حالتی که استی بوده در واقع 3 موقعیتشون استرانگ بوده، پس پی این باد استرانگ به شرط استی در واقع 3/5 است. بعد ویژگی ایکس ما توی تمپرچر یا دماش مقدار هات داشته که دوباره میایم احتمال شرطیش رو حساب میکنیم پی تمپرچر مساوی هات به شرط پلی، یعنی میدونیم که پلی اتفاق افتاده دنبال در واقع هات تمپرچر هات میگردیم که اینجا میشه 3/9 و همین کار رو برای استی هم انجام میدیم که طبیعتا عدد 1/5 رو به اون خواهد داد. تو ویژگی بعدی که در واقع وضعیت آسمان بود در واقع میایم دوباره احتمال شرطی پلی رو حساب میکنیم که طبیعتا 4 موقعیت پلی داریم که توشون ثانی بوده و پس بنابراین احتمال شرطی 4 نهم خواهد شد و برای در واقع استی هم 1/5 این مقدار به دست میاد. و برای رطوبت هم به همین شکل احتمال شرطی استی و پلی رو میایم حساب میکنیم که با توجه به این چیزی که اینجا ما مشاهده میکنیم احتمال شرطی مربوط به پلی 5 نهم خواهد بود و احتمال مربوط به استی 2/5 خواهد بود. کاری که انجام باید بدیم برای مرحله نهایی این هست که این 4 عددی که برای پلی به دست آوردیم و اون 4 عددی که برای استی به دست آوردیم و در احتمال پلی و استی ضرب بکنیم و اونها رو بعداً با هم دیگه مقایسه بکنیم. ما احتمال پلی به شرط x رو می‌خواستیم ولی اومدیم پی x به شرط پلی ضرب در پی پلی رو داریم حساب می‌کنیم که خود پی x به شرط پلی هم خودش شامل 4 تا عدد هست. در واقع 2 نهم، 3 نهم، 4 نهم و 5 نهم که این در پی پلی باید ضرب بشه که پی پلی رو هم حساب کرده بودیم و مقدار اون 9/14 خواهد بود که با ضرب این 5 تا عدد در هم دیگه ما به این عدد 11,000 میرسیم، یعنی احتمال پلی به شرط x در واقع 11,000 خواهد شد حدوداً. و همین کار رو برای استی هم انجام میدیم. 4 عدد که به دست آوردیم به عنوان احتمال شرطی و احتمال خود استی رو هم که به دست آوردیم. پس بنابراین برای اینکه احتمال استی به شرط x رو حساب بکنیم کافیه که بیایم احتمال x به شرط استی رو در احتمال استی ضرب بکنیم، یعنی 4 عددی که به عنوان احتمال شرطی به دست آوردیم رو در پی استی که 5/14 هست ضرب بکنیم. پس بنابراین احتمال ما خواهد شد
5/4 ضرب در 3/5 ضرب در 1/5 ضرب در 1/5 ضرب در 2/5 که این هم عدد 34/10000 رو به ما خواهد داد. پس ما همین در فاز آخر ما این دو عددی که به دست آوردیم رو کافیه با هم دیگه مقایسه بکنیم. عددی که برای پلی به شرط X تو اسلاید قبلی به دست آوردیم و عددی که برای پی استی به شرط X در اسلاید فعلی به دست آوردیم که با توجه به مقایسه این دو عدد میبینیم که احتمال پلی بیشتر هست. بس بنابراین با توجه به این محاسبات اگه اون نمونه X رو به ما بدن، در واقع احتمالی که ما میدیم این هست که احتمال برگزاری بازی بیشتر هست و این رو به عنوان کلاس پلی طبقه بندی میکنیم.